نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا الشفيع ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در این سوره مبارکه هم دلایلی وجود دارد، دلایلی عقلی بر اثبات توحید و هم دلایل نقلی از انبیاء گذشته. این دومین دلیل هست که دلیل عقلیه که از تمام این دلیل هم اثبات میشه هدف آفرینش انسان، هدف خلقت و پیدایش انسان و همچنین اثبات می شود قیامت. الله عز وجل می فرماید وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا. ما نیافریدیم آسمان را و زمین را و ما بین آنها را باطلا، یعنی خالی از حکمت. انسان فکر بکند تشکیلاتی که ما میبینیم، ما هنوز بخش کوچکی از اونچه که الله عزوجل آفریده میبینیم. تشکیلاتی که ما میبینیم، آسمان با این وسعت، با این عظمت، با این بزرگی، زمین با این گستردگی و ما بین زمین و آسمان خدای عزوجل چه مخلوقات زیادی آفریده، چه امکاناتی هست. آیا همه و همه خالی از حکمت آفریده شده، باطل آفریده شده، بیکار آفریده شده؟ ممکن نیست. اون هم که خالق ذات حکیم است و فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه. هیچ وقت کار حکیم از حکمت خالی نیست. خدای تعالی هر کاری را که انجام میدهد حکمت ها توش نهفته است. لذا زمین با این وسعت، آسمان با این عظمت،
ما بین زمین و آسمان هزاران مخلوق، از انسان گرفته تا جن، تا چارپایان، حیوانات، پرندگان، چرندگان، خزندگان، کوها، دشت، دمن، دریا، اینا همه بیهوده، باطل آفریده شده، بدون حکمت آفریده شده، امکان نداره. الله عزوجل می فرماید ذالک ظن الذین کفروا، این گمان کفار است. کفار فکر می کنند که هیچ هدفی نیست، اما یک کسی که ایمان به خدای عزوجل دارد، کسی که اعتقاد دارد، کسی که باور دارد، او باید بداند که هدفی بسیار والا و هدفی بزرگ هست. پس یک مسلمان باید دنبال هدف باشد. فویل للذین کفروا من النار، این تخویف اخروی هست. خداوند عزوجل برای آنانی که اینگونه فکر می کنند، یعنی کفار، برای اونها ویل و جهنم را الله عزوجل اثبات می کنند. می فرماید فویل للذین کفروا، هلاکت برای کفار، برای آنهایی که کافرند و چنین می اندیشند، برای اونها هلاکت، ویل. اون هلاکت و ویل بیانش چیه؟ من النار، یعنی آتش. اونهایی که اینگونه بد فکر میکنن جزایی و کیفری برای اعمالشون نیست مگر آتش جهنم هست. و خدای عزوجل در ادامه، ببین انسانها را الله تعالی آفریده متفاوت هستند. یکی کافر است، یکی مسلمانه، یکی مشرکه، یکی موحده، یکی فاسقه، یکی عادل است، یکی نیک می کند، یکی بد می کند. خب اگر بنا باشه که آتشی نباشد، عذابی نباشد، بهشتی نباشد، خب بیهوده میشه. یک انسانی در تمام عمرش از خدای عزوجل اطاعت کرده، در هیچ لحظه غافل نبوده، در هر قدم مطیع بوده. آیا این انسان و اون انسانی که در تمام زندگیش فسق و فجور، گناه و معصیت داشته، اینا با هم برابر باشند؟ یکی هدف را دنبال میکند، یکی هدف را فراموش کرده. این همچنین دلیلی برای اثبات قیامت است. آتشی که الله عزوجل برای کفار فرمود، دلیل اون آتش هم هست. واقعا بی انصافی میشه اون وقت که کسی که در طول زندگی پایبند شریعت بوده و کسی که در طول زندگی دنبال هوا و هوس و خواهشات نفس بوده، اینا با هم برابر باشند. یه پدری 2 فرزند داره. یک فرزندش در طول 20 سال و 30 سالی که با پدر زندگی می کند، همهش گوش به فرمان است، همهش اطاعت می کند، و یکی دیگه در هر قدم نافرمانی، هر جا درگیر، هر چی پدر میگه سرپیچی. خب عقل چی را می طلبد که نسبت به اونی که فرمانبردار هست باید نسبت به او پاداش داده بشه، او احسان بشه، دست به سرش کشیده بشه. اگر با هر دو برابر مثل هم برخورد بشه، آیا ظلم هست یا نیست؟ لذا الله عزوجل می فرماید که انسان ها 2 نوع هستند، یک گروه خوب، یک گروه بد. می طلبد که اینها باید تفاوتی داشته باشند، فرقی داشته باشند. پس فرق و تفاوت در کجاست؟ در قیامت است. الله می فرماید ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیا ما قرار می دهیم کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، کالمفسدین فی الارض، مثل مفسدین در زمین،
کسی که به دلیل شرک و کفر فساد کرده. این دو با هم برابرند. ام نجعل المتقین کالفجار، یا اینکه آیا ما متقین را مانند فجار قرار می دهیم؟ آیا متقین مثل فجارند؟ نه خیر، متقین جایگاهشون در بهشت، فجار جایگاهشون در جهنم. باید تفاوت باشند، یکی تو آتش میفته، یکی تو روح و ریحان میفته. پس اعمال انسان ها که متفاوتند خودش دلیل برای اثبات قیامت. باید قیامتی باشد تا بین این انسان ها تفاوتی باشد. امام نصفی در تفسیر مدارک میگه والمراد انه لو بطل الجزاء، مراد الله عزوجل از این مقایسه که بین متقی و فاجر مقایسه کرده، مفسد فی الارض و آمنو و عمل الصالحات مقایسه کرده، مراد این است که کما یقول الکفار، اگر جزایی نباشد، اگر قیامتی نباشد آنگونه که کفار میگویند، لاستوت احوال من اصلح و افسد، کسی که صالح است و کسی که فاسد است حالشون مثل همه. و اتقى و فجر، هر کسی که متقی است و هر کسی که فاجر است مثل هم. و من سوا بینهما کان سفیها ولم یکن حکیما، هر کسی بین اینها برابری بداند اون واقعا کودن سفیه، او حکمت نداره، عقل و خرد نداره. آیا یک فاسد و یک متقی باید مثل هم باشند؟ یک کسی که مطیع و فرمانبر است و یک کسی که سرکش و متمرد باید مثل هم باشند؟ نه خیر، هرگز نباید مثل هم باشند. پس تفاوت اونها کجا معلوم میشه؟ باید روزی باشد که در اون روز هر دو پاسخگو باشند. پس اون روز چه روزی هست؟ قیامت. کتاب انزلناه الیک مبارک، این دلیل وحی هست. الله می فرمه کتابی هست که ما آن را نازل کردیم به سوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، مبارک، با برکت است، یعنی کثیر النفع است، نفع و برکاتش خیلی زیاد است. اما این کتاب را ما چرا فرستادیم؟ لیدبروا آیاتی. ببینی اینا حقوق قرآن هستن بر ما. اول اینکه لیدبروا آیاته، تا بندگان من در آیاتش تدبر بکنند. یکی از حقوق کلام الله مجید تدبر است. آیات قرآن را بخوانی فکر کنی خدا چی داره میگه، خدا از ما چی میخواد، چه انتظاری داره. و دوم ولیتذکر اولو الالباب، عقلمندان پند و تذکر حاصل کنند. باید ما از کتاب خدا پند بگیریم. پند گرفتن از کتاب خدا اینه که ما در زندگی خودمون تحول بیاوریم، زندگی ما دگرگون بشه، زندگی ما عوض بشه. پس پند گرفتن اینه که امروز که مثلا سر درس قرآن نشستیم، پیام الله را دریافت کردیم، حتما در زندگی تجدید نظر بکنیم، حتما در اعمال تجدید نظر بکنیم، حتما در اخلاق، در رفتار، در همه چیز باید تجدید نظر بشه. تذکر همینه، مؤمن باید تذکر بگیره، پند بگیره، عقیدهش بهتر بشه، قویتر بشه، ایمانش قویتر بشه، تقواش بره بالاتر، اعمالش بیشتر بشه. اینها هستن تذکر. پس قرآن فقط برای تاقچه خانه، برای یاسین خواندنش، برای دم کردنش نیست، برای این موارد است. لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، آیاتش را مؤمنین تدبر بکنند و تذکر بگیرن، پند و اندرز بگیرن. و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد، ما در ابتدای سوره واقعه داود را خواندیم، امتحاناتی که الله عزوجل بر داود آورد. و حال دلیل نقلی دوم هست، مسائل و امتحاناتی که بر فرزند داود حضرت سلیمان علیه السلام می آید. بعد از داود سلیمان بر تخت نشست. الله عزوجل به سلیمان هم
بسیاری از نعمتها عطا کرده بود، علاوه از اینکه پیغمبر و نبی خدا بود، یه پادشاه بود و علاوه از اینکه پادشاه بود خدای تعالی انعامات ویژه و خارق العاده بهش داده بود. مثلا خواندیم باد در اختیارش بود، جنات در اختیارش بودن. ما در این آیات میخوانیم الله میفرماید و وهبنا لداود سلیمان، ما به داوود هبه کردیم، بخشیدیم فرزندش سلیمان را. نعم العبد، بنده بسیار خوبی بود. انه اواب، ببین پدر سلیمان داود را هم الله عزوجل فرمود انه اواب واذکر عبدنا داود ذا الاید انه اواب. اینجا به فرزندش سلیمان هم میگه انه اواب. اینا باید برای من شما الگو باشند. انبیا این صفات باید در زندگی من شما باشه. اواب یعنی به کثرت به خدا رجوع کننده، بار بار رجوع میکرد، بار بار توبه، استغفار، ذکر، یاد الله. اینا که پیغمبران بودند، پیغمبران معصوم هم هستند، اما اینها به خدا رجوع میکردن، بار بار ذکر و یاد حق میکردن. اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد. اینجا جریانی را قرآن کریم تعریف کرده از سلیمان علیه السلام. البته در رابطه با تفسیر این آیات اختلاف زیادی بین مفسرین هست. دو تا تفسیر بیشتر منقول است، یک تفسیر از سیدنا علی کرم الله وجهه و یک تفسیر از سیدنا سلیمان علیه السلام. ببخشید از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه. هر دو درباره سلیمان هست. یک تفسیر غلطی هست که ما به اون تفسیر نمی پردازیم، فقط اشاره می کنیم تا شما اگر تو تفسیری دیدید بدونید که این خرافات، این واقعیت نداره. اون اینه که حضرت سلیمان علیه السلام دستور داده بود که برای جهاد همیشه آمادگی بشه. حکومتی داشت و اسبهای اون وقت بهترین سواری ها و مرکب ها برای جهاد اسب بود. اسبهای برای جهاد تهیه کردند، آماده کردند. حدوداً 1000 تا اسب بودند. سلیمان علیه السلام یه روزی رفت، طبق تفسیر اولی که از سیدنا علی کرم الله وجهه منقول است، اینه که سلیمان رفت، اسبها را نگاه کرد، بازدید کرد. اسب مال بسیار خوبی هست، مال مرغوبی هست. امروز هم اسب یکی از بهترین حیوانات هست. سلیمان با اسبها مشغول شد، با بازدید چنان مشغول شد که خورشید غروب کرد، نماز عصرش فوت شد. اسبها را که بردند، سلیمان ناراحت شد که اینها باعث شدند که نماز من فوت بشه. گفت بیارید دوباره اینها را. آوردند، همه را سر برید، همه را ذبح کرد، در راه خدا قربان کرد. اینم خدمت شما بگم که اسب یک حیوان حلال گوشته، در دین ما هم حلال گوشته، در شریعت ما هم. فقط امام ابو حنیفه رحمه الله به خاطر مصلحت جهاد فرموده که اسب کشته نشه، مکروه دانسته. بقیه فقها همه حلال میدانند و شاید حکمتی هم هست در این فتوای امام ابو حنیفه که ببینید اسب با وجودی که کسی شما نشنیدید جایی کسی اسبی را ذبح بکند و گوشت اسب بخورد، با وجودی که اسب هیچ کشته نمیشه، ذبح نمیشه، ولی کمیاب، نادره، نه خیلی کم است. ولی حیواناتی که حلال گوشتند و شب روز شما میکشید، هرگاه مسلخ ها برید، کشتارگاه ها برید، هزاران گوسفند کشته میشه، هزاران گاو کشته میشه، شتر کشته میشه. آیا کم بود میاد؟
کم دارید؟ هر عیدی میلیون ها کشته میشه، اما میبینیم هی بیشتر میشند. ولی اسب را اگر میکشتن نسلش از بین میرفت. اسب با وجود که کسی نمیکشد ولی اسب کمه. و یکی از بهترین مرکبهای جهاد هم است. امروز هم جهاد، در جهاد بهترین وسیله اسب است، بالخصوص در جنگهای چریکی که مجاهدین می جنگند در کوها، در درها، اونقدر که اسب مفید هست. اسب در بخور از هیچ چی نیست. پس به این خاطر امام ابو حنیفه رحمه الله فرموده که اسب کشته نشه، کراهت داره. علی ای حال این مسئله فقهی بود، به این نمی پردازیم. سلیمان دستور داد همه اسبها را بکشند، همه را کشتند. گفت که این مالی که مرا از یاد خدا غافل بکند باید قربان بشه. این تفسیر از سیدنا علی کرم الله وجهه است که حضرت ابن عباس تفسیرش فرق میکنه و یکی از مفسران به نام امام رازی رحمه الله که اسمش شنیدید تفسیر کبیر را نوشته، بر این تفسیر ایراد گرفته، اشکال گرفته. اشکالات و ایراداتش را بعدا میگم، اول باید آیت ترجمه بشه تا بفهمیم. اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد، زمانی که بر سلیمان عرضه شد، بالعشی به وقت شامگاه، به وقت بعد از ظهر، عشی بعد از ظهر را میگن. الصافنات، اسبهای صافنه، اسب صافنه اسب خوب را میگن. اسب صافنه بیشتر اون اسبها را میگن که روی دو پا می ایستند، دو دستشون را بالا میگیرند. الجیاد، جیاد یعنی جید، مرغوب، خوب، نوع خوبش. وقتی که بر سلیمان عرضه شد اون نوع اسبها، چنان مشغول شد که فقال انی احببت حب الخیر. من، این امتحان اول سلیمان، من دوست داشتم، در دلم پسندیدم مال را و این مال باعث شد عن ذکر ربی، ای معرضا عن ذکر ربی، چنان دوستی که مرا از یاد ربم غافل کرد. حتی توارت بالحجاب، حتی که توارت یعنی توارت شمس، خورشید مخفی شد پشت پرده، یعنی خورشید غروب کرد. پس سلیمان گفت ردوها علی، برگردانید این اسبها را بر من. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پس مسح کردن را شروع کرد به گردن و پاها. مسح کردن را شروع کرد به گردن و پاها یعنی چه؟ یعنی اونها را ذبح کرد، دست و پایشون را قطع کرد، گردنشون را زد، دست و پایشون را قطع کرد، ذبحشون کرد، صدقهشون کرد، گوشتشون را. این تفسیر سیدنا علی هست. بسیاری از مفسرین همین تفسیر را پسندیدند. اما اون تفسیر غلطی که خدمت شما عرض کردم، بعضی گفتن ردوها علی، برگردانید، یعنی سلیمان چنان قدرتی داشت که خورشید را گفت خورشید برگرد که من نماز نخواندم. خورشید برگشت، دوباره روز شد، سلیمان نماز خواند. این غلطه. انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات چنین قدرتی ندارند. خورشید به دست الله است. درسته معجزات هست، ولی از هیچ آیه و حدیثی ثابت نیست که سلیمان چنین معجزه‌ای داشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم در روز خندق نمازش فوت شد، قضا شد. نه تنها یک نمازش، نماز ظهر، عصر، مغرب و عشاء، 4 تا نماز را با هم خواندند. از بس که تیراندازی بود و نتونستند که نماز بخونند، همش مشغول بودند، در سنگر بودند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم دعای بد کرد اونها را که شغلونا
عن الصلوات، از نمازها ما را مشغول کردن. پیغمبر نتونست روز را برگرداند، خورشید را برگرداند. یا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در یکی از غزوات برمیگشتند، خیلی خسته بودند، فرمودند من یکلؤنا، آخر شب بود میخواستن بخوابند، کی نگهبانی میده؟ بلال رضی الله تعالی عنه گفت من یا رسول الله. 1 ساعتی 2 ساعتی بیشتر تا نماز نمونده بود، نماز صبح. گفت پس ما میخوابیم، شما نگهبانی بوده، ما را برای نماز بیدار کن. آن حضرت و اصحاب خسته بودن، خوابیدن. سیدنا بلال رضی الله تعالی عنه همینطور بر کجاوه شتر تکیه داده بود و چشمش به افق بود که کی طلوع میکند سپیده صبح تا که اذان بگه و رسول الله را بیدار بکنه. همینطور که نگاه میکرد خواب رفت. فما ایقظهم الا حر الشمس، اونا را چیزی دیگه بیدار نکرد مگر تابش خورشید. یعنی خورشید بالا زد، آن حضرت از خواب بیدار شد، گفت انا لله و انا الیه راجعون، خواب رفتند. به بلال گفت چرا؟ گفت یا رسول الله اون ربی که شما را خواباند مرا هم همون پروردگار خواباند، خواب رفتم. خلاصه آن حضرت فرمود از اینجا بریم جلوتر نماز را قضا میخوانیم. پس پیغمبر نتونست که خورشید را برگردانه که شما برگرد که ما نماز صبح را میکنیم. این تفسیر ضعیفه، هر تفسیری نوشته غلط. خب تفسیر دیگری که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه این تفسیر را پسندیده، بسیاری از محققین مثل امام رازی رحمه الله و علامه ابن کثیر هم همین تفسیر را میپسندند و دوست دارند. شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله هم همین تفسیر را راجع قرار میده. اون اینه که اینجا اصلا بحث خورشید نیست، اصلا بحث، اولا خدمت شما بگم که اعتراضات امام رازی را، امام رازی چند اعتراض بر این تفسیر میکنه. اول اینکه حتی توارت بالحجاب، توارت یعنی الشمس، خورشید در حجاب رفت. امام رازی میگه اینجا ذکر خورشید قبلا نیست. طلاب میدونن یه چیزی که ذکرش قبلا نباشد و با ضمیر به طرف اون اشاره بشه، این را میگن ازمار قبل از ذکر. از نظر عربیت غلط. مثل این است که من بگم او رفت، شما چی میدونید او کیه؟ من به زید دارم میگم. ها اگر قبلا ذکر زید کردم که زید از فلان جا آمد، چنین کرد چنان کرد، بعد بگم او رفت، خب شما او ضمیر هست، شما میدونید من کی را دارم میگم. ولی هیچ قبلا ذکرش را نکردم بگم او، دیگه این را میگه ازمار قبل از ذکر. هنوز ذکر نکرده، طرف را به صورت مبهم میگه. پس امام رازی میگه حتی توارت، او پوشیده شد. کی پوشیده شد؟ خورشید. خب ذکر خورشید اینجا نیست، کجاست شمس؟ بنابراین مراد این نیست که خورشید غروب کرد. اصلا ایشون میفرمایند که بحث قضای نماز نبود، اینجا هیچ نمازی قضا نشد. دوم که در قرآن آمده فطفق مسحا بالسوق والاعناق، سلیمان دست کشید به گردن و به پاهایشون. دست کشیدن را شما کنایه گرفتید از ذبح. کجا دست کشیدن کنایه از ذبح است؟ اونهایی که مالداری اسب کردند یا اسب داشتن میدونند که بهترین نوازش برای اسب اینه که صاحبش دست به گردنش بکشد و دست به پاهایش بکشد. اینقدر برای اسب این جالب و زیباست، خیلی آرام میگیرد. پس دست کشیدن به گردن و دست کشیدن به پاها کنایه از ذبح نیست. امام رازی یه لطیفه هم گفته اگر اونطور باشد پس خدای عزوجل به ما گفته که فامسحوا برؤوسکم، سرهایتون را دست بکشید. ما مس میکنیم. اگر دست کشیدن به معنی ذبح باشه پس معنی اینه که خودتون را ذبح کنید. خب این معنی که نیست. فامسحوا برؤوسکم معنیش چیه؟ سرها را مسح کنید. در قرآن آمده. پس مسح
کنایه از ذبح نیست، کنایه از کشتن نیست. و سوم اینه که حضرت سلیمان بالفرض غفلت کرد، نمازش فوت شد. از پا چی گناهی کرده بودند که سلیمان مشغول بشه 1000 تا اسب را بکشه، 1000 تا اسب را ذبح بکنه؟ لذا این تفسیر میفرمایند تفسیر درستی نیست. پس تفسیر درست چیه؟ اونی که از ابن عباس رضی الله عنهما منقوله. اون اینه که حضرت سلیمان علیه السلام یه روزی رفت اسبها را بازدید بکند. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، من اینها را دوست دارم. حب الخیر، دوستی بسیار خوبی. به خاطر چی؟ معرضا عن ذکر ربی، نه عن ذکر ربی، عن سببیه هست، تعلیلیه هست. به خاطر ذکر ربم، یعنی به خاطر اینکه این اسبها وسیله جهاد برای راه ربم هستند، به این خاطر دوستشون دارم. پس اسبها را بازدید کرد. بعد از بازدید گفت ببرید اینها را که بردند حتی توارت بالحجاب، توارت شمس نه، توارت الصافنات، چون ذکر صافنات قبلا آمده. اسبها وقتی که از چشم مخفی شدند، سلیمان گفت ردوها علیه، دوباره بیارید اسبها را. دوباره آوردند. وقتی که آوردند اسبها را نوازش داد. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، دست کشید به ساق پایشون را مالش داد و گردنشون را مالش داد، یعنی با اونها محبت کرد. بعد گفت ببرید. به این معنی است. یعنی سلیمان اینقدر به جهاد اهمیت میداد که اسباب جهاد را، سواری های جهاد را هم سلیمان علیه السلام اینقدر دوست داشت، با اونها را نوازش میداد، با اونها محبت میکرد. پس این ذکر سلیمان هست در چی؟ در محبت کردن با جهاد و با اسباب جهاد، نه اینکه سلیمان بحث نمازش قضا شد. اینجا چنین چیزی اصلا نیست. و معلوم نیست پیامبران گذشته نماز که بوده در شریعت همه پیامبران، اما مثل ما نماز عصر داشتن یا نه اوقات نماز اونا فرق میکرده. لذا الله می فرماید ولقد فتنا سلیمان، ما سلیمان را امتحان کردیم، آزمایش کردیم. و القینا علی کرسیه جسدا، ما بر کرسی سلیمان، بر تخت سلیمان یک جسدی انداختیم. ثم اناب، سپس سلیمان علیه السلام رجوع کرد به طرف خدای عزوجل. تفسیر این آیه چیه؟ این هم متفاوت تفسیر. یک تفسیری هست، البته یه حدیثی هست، اینکه در جای آمده باشد که شأن نزول این آیه همون واقعه هست یا این آیه در همون مورد است، هیچ جایی نیست. یه حدیث در صحیح بخاری حتی هست که سلیمان علیه السلام یک روزی سوگند یاد کرد. سوگند یاد کرد که من اولا رفت مردم را دعوت داد، جوانها را دعوت داد به سوی جهاد. کسی آماده نشد، کسی ثبت نام نکرد. سلیمان ناراحت شد، گفت که خداوند به من 100 تا زن داده، میرم با همه اینها همخوابی میکنم، خدا به من 100 تا فرزند میده، اینها را به عنوان مجاهد من بزرگ میکنم و در راه خدا جهاد میکنم. انشاءالله نگفت. رفت، از این 100 تا از 99 تا چیزی درست نشد. یکی خدای عزوجل فرزندی بهش داد، این فرزند هم ناقص بود، کامل نبود، نیم جان بود. اون کسی که ماما بود، به اصطلاح دایه بود، ماما بود،
این را آورد به تخت سلیمان، گفت این فرزندت ناقص الخلق بود. حال سلیمان به خدا رجوع کرد و برگشت، متوجه شد من اشتباهی کردم، من انشاءالله نگفتم. گاهی خداوند عزوجل بندگان خاص را به اندک چیزی هم آزمایش می کند. اما این در حدیث صحیح آمده، ولی اینکه مراد از آیه همین باشد این هیچ جا نیست. والله اعلم مراد از آیه همین است یا نیست. اما یک تفسیر اسرائیلی هست و یک تفسیر غلط هست که این تفسیر را ما با شدت رد میکنیم. این تفسیر هم در تفسیرهای فارسی و عربی هست. اون اینه که میگویند سلیمان علیه السلام که حکومت میکرد و سلطنت میکرد به وسیله انگشتری که او را همیشه طلسمش بود. همینطور چیزهایی در افسانه ها و در داستان ها، یک سری افسانه هایی هست مثل همون افسانه یک داستانی درست کردن برای سلیمان و این اسرائیلی ها درست کردن، بنی اسرائیل. سلیمان هر وقتی که میخواست هر کاری بکنه به وسیله همون انگشتر و به وسیله طلسمش چیکار میکرد؟ جادو میکرد، مرادش برآورده میشد. العیاذ بالله. تا اینکه یه روز سلیمان رفت حمام، این انگشتر خودش را گذاشت، جنی از جنات اون را دزدید و بعداً به دست خودش کرد، طلسم کرد، او شد پادشاه. اون پادشاه شد به جای سلیمان و سلیمان علیه السلام از پادشاهی افتاد. یعنی گویا پادشاهی به وسیله همون انگشتر بود. بعدا سلیمان پریشان بود چون که اون دیگه نمیگذاشت، قدرت به دست او افتاده بود، تا اینکه وزیرش آصف بن برخیا که اسم اعظم بلد بود و خیلی وارد بود، او آصف بن برخیا با یک حیله توانست که اون انگشتر را مجددا بگیرد و به سلیمان برگرداند. دوباره سلیمان طلسم کرد، دوباره بر تختش نشست و دوباره رجوع کرد به خدا. الان جسد همون چیه؟ همون جن هست که چند روز حکومت کرد. و القینا علی کرسی جسدا ثم اناب، دوباره رجوع کرد به طرف الله، الله دوباره ملک و پادشاهی را بهش داد. این تفسیر غلطی هست، تفسیر موضوعی هست، با جایگاه بلند پیغمبری همخوانی ندارد، چون حاصل و نتیجه این تفسیری میشه که پیغمبر خدا جادوگر بوده العیاذ بالله، در حالی که در سوره بقره صراحتا خواندیم و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان جادو نکرد، کفر نکرد، شیاطین جنات در زمان سلیمان میکردند و به مردم سحر و جادو آموزش میدادند. بنابراین این هم غلطه. البته بعضی میگویند که سلیمان علیه السلام چند روزی مریض بود و مثل یک جسد بر تختش بود، هیچ کاری از دستش نمیشد. به خدا رجوع کرد، از خداوند عافیت خواست، الله عزوجل به او رجوع کرد، او را عافیت داد. جسد به معنی همون مریضی، والله اعلم. ولی اون تفسیر که عرض کردم که لازمش اینه که یک پیغمبر جادو بکند، اون تفسیر غلطی هست. الله می فرماید ولقد فتنا سلیمان، همانا ما امتحان کردیم سلیمان را، و القینا علی کرسیه جسدا، ما بر کرسیش بر تختش جسد بیکاری انداختیم. ثم اناب، سپس سلیمان رجوع کرد به سوی الله. تفسیر نصفی نوشته و اما ما یروى من حدیث الخاتم و الشیطان، اما اون چی که روایت شده از حدیث اون انگشتر و شیطان و عبادت بت در خانه سلیمان که اون شیطان بعدا بت آورد تو اون تخت در اون خانه سلیمان، فمن اباطیل الیهود، این از اباطیل یهود است، اینها صحت ندارن. خب بالاخره یا جسد همون بچه ناقص بود یا خود سلیمان بود که چند روزی مریض بود.
سپس به سوی الله رجوع کرد و این گونه دعا کرد. ببینید پس انبیا هم در مشکلاتی که برایشون پیش آمد، انبیا مثل سلیمان و داود پادشاه بودند اما گاهی به مصیبت گرفتار می شدند. چگونه مناجات می کند از پروردگارش. شما چون در این سوره بحث همینه که شما از انبیا چرا می خواهید، شما از فرشتگان چرا می خواهید. ببین خود اینها عاجزند. قال رب اغفر لی و هب لی ملکا، گفت بار الها مرا ببخش و هبه کن به من ببخش ملکی پادشاهی، چنان پادشاهی که لا ینبغی لاحد من بعدی، سزاوار نباشد برای هیچ کسی بعد از من. انک انت الوهاب، همانا تو بخشاینده هستی. گفت چنان پادشاهی داشته باشیم هیچ کسی داشته نباشد. تا امروز دوباره خدای عزوجل اون قدرت را به کسی نداد که هم باد در اختیارش باشه، هم جنات در اختیارش باشه، هم با پرندگان صحبت بکنه. در حدیثی است رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید که یه شبی نیمه شب نماز تهجد می خواند آن حضرت در مسجد النبی. می فرماید که یک شیطانی آمد که مرا از نمازم غافل بکند. من او را دستگیرش کردم و میخواستم به ستون مسجد ببندمش تا صبح بچه های مدینه بیان ببینند و او را بزنند، اذیتش بکنند. اما بعداً به یاد دعای برادرم سلیمان افتادم که سلیمان گفت خدایا چنان ملکی که کسی دیگه داشته نباشه. لذا منم نخواستم که جنات در اختیار و مسخر و من باشند و زندانشون بکنم و هر کاری بکنم. بالاخره پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به خاطر همین دعا اون شیطانه را، اون جنیه را رها کرد. الله می فرماید رب هب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، رب اغفر لی و هب لی ملکا، بار الها مرا ببخش و هبه کن برای من در آینده چنان پادشاهی که سزاوار هیچ کسی نباشد بعد از من. انک انت الوهاب، تو بخشاینده هستی. الله می فرماید به اثر این دعا فسخرنا له الریح، ما باد را مسخر او کردیم. تجری بامره رخاء، به امر سلیمان یا به امر الله. باد جاری بود با نرمی، حیث اصاب ای حیث اراد، هر جا که سلیمان اراده می کرد باد او را می برد. روی تخت می نشست باد می برد. و همچنین مسخر کردیم و شیاطین، جنات را، کل بناء و غواص، هر یکی از اینها بنا بودند، کار ساخت و ساز برای سلیمان می کردند. خواندیم که بیت المقدس را با حضور سلیمان جنات چندین وقت طول کشید، سال طول کشید تا بیت المقدس را ساختند. هر بنا و غواص اون غواص ها را میگن که در دریا میرفتن و برای سلیمان علیه السلام از دریا مروارید، لؤلؤ و مرجان می آوردند. چون که برای اقتصاد ملک پادشاه بود، برای اداره امور کشور سلیمان نیاز داشت، نیاز به مال داشت، نیاز به اقتصاد خوب داشت. جنات را الله عزوجل مسخر کرده بود. جنات می رفتن از قعر دریا برایش اشیاء گرانبها می آوردند. و آخرین مقرنین فی الاصفاد، و جنات دیگر بود که مقرنین بسته بودند در زنجیرها. چون این نسل فطرتا تمرد دارد، سرکشی دارد، باید همیشه بسته بشه تا اینکه تمرد نکند. هذا عطاؤنا، این کلام الهی است برای سلیمان. ای سلیمان این عطا و بخشش ماست، به تو میدیم. هر چی که مال میخوای این جنات برات استخراج میکنن. فمنون یعنی بر مردم منت بذار، معنیش اینه که هر کس را میخوای بده. او امسک، یا دستت را نگه دار، برای مملکت و برای ملکت، کشورت از کنم ذخیره کن، هر طور دوست داری، به غیر حساب، بدون حساب و کتاب. هر کس را میدیم بدون حساب بده، تو اختیار داری.
و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. همانا سلیمان علیه السلام نزد ما تقرب داشت، لزلفا یعنی تقرب داشت، و حسن مآب عاقبت و انجام خوبی هم. لذا اینها هست انبیاء خدا، با وجودی که خدای عزوجل این همه عزت و قدرت بهشون داد، باز هم برایشون مشکلاتی می آمد، در مصیبت ها که گرفتار می شدن از خدای تعالی کمک می خواستند. پس انبیاء مقربان خدا هستند، دوستان خدا هستند، اما خود خدا نیستند که از اونها ما استمداد بخواهیم. وقتی که انبیاء که افضل ترین هستند در جایگاهی نیستند که از اونها استمداد بطلبیم، پس بقیه اولیاء، امامان، صحابه، صالحین، اینا جای خود را داره، اینا به طریق اولا، اینا را نباید فریاد زد، نباید از اینها استمداد کرد. بعد از این الله عزوجل واقعه پیغمبر دیگر را ذکر می کند، حضرت ایوب علیه السلام. حضرت ایوب، بعضی میگن ایوب الیاس یکی هست، بعضی میگن نه ایوب فرق میکنه، بعضی میگن ایوب ادریس یکی هست. درباره ایوب خیلی اختلاف هست که ایوب در چه زمانی بوده. بعضی میگن ایوب همزمان با موسی علیه السلام بوده، بعضی میگن ایوب همزمان با ابراهیم علیه السلام بوده، بعضی میگن 1000 سال قبل از ابراهیم بوده. والله اعلم. تو قصص الانبیاء که نگاه میکنی خیلی تفاوته. این تفاوت به خاطر اینه اختلاف، چون ما در قرآن زمان مشخصی برای ایوب نخواندیم. اینجا و در سوره انعام الله عزوجل ذکرش را به صورت خلاصه کرده، اینجا قدری مفصل تر فقط خداوند اون حالتش را بیان کرده. این که مریض شد، مشکل دار شد، خدا را فریاد زد، مقصود اون جمله هست. این که چه تاریخی بوده، امتش کی بوده، کجا بوده، این جز مقصود نیست، قرآن به این نپرداخته. لذا ابهم ما ابهمه الله، چیزی که خدا مبهم گذاشته، خدا مشخص نکرده، ما هم مشخص نمی کنیم. هر زمانی بوده. اما این پیامبر یکی از پیامبران است که خداوند سخت ایشون را آزمایش کرد. از قصص انبیاء اینطور معلوم میشه، از داستان حضرت ایوب، که قبل از این امتحانی که ایوب برای ایوب پیش آمد، قبلا ایوب خیلی الله بهش نعمت داده بود، هم نعمت ظاهری و هم نعمت معنوی. میگویند که ایوب علیه السلام بنده از بندگان خدا بود که خدا بهش فرزند و اولاد زیاد داده بود. 10 تا پسر میگن داشت و 3 تا دختر، و مال هم زیاد داده بود. در بعضی از روایت ها دیدم، البته اینها زیاد موثق نیستند، که 12,000 تا شتر داشت، 10,000 یا 20,000 تا گوسفند داشت، 10,000 تا گاو داشت، سرمایه بسیار زیاد داشت. و نعمت معنوی اینه که حضرت ایوب یک بنده بسیار شاکر، شب و روز خدا را عبادت میکرد، شب و روز طاعت و فرمانبری میکرد، تا اینکه خدا امتحانش کرد. اما در یکی از واقعات اسرائیلی خواندیم که لا نصدق ولا نکذب، نه تایید نه تکذیب، که حضرت حق جل و علا الله عزوجل برای فرشتگان تعریف کرد پیغمبرش ایوب را، او را مورد ستایش قرار داد که چنین بنده ما هست، شب و روز ما را عبادت میکنه، شب و روز به یاد ما هست. میگن شیطانی اونجا دخالت کرد، شیطان ابلیس یا شیطانی دیگه، گفت خب چه مشکل داره، همه چیز داره، مال داره، فرزند داره، اولاد داره، صحت و سلامتی داره،
دیگه هنوز تو را عبادت نکنه، پس چیکار بکنه؟ الله عزوجل حضرت ایوب را امتحان کرد. اون شیطان گفت اینا را ازش بگیر، بعد از اون اگه عبادت کرد درست. الله تعالی ایوب را امتحان کرد، بلا و وبای افتاد، همه مالهایش هلاک شدن، تلف شدن. خبر رسید به ایوب که همه شترها را فلان بلا کشت. میگو الحمدلله، همه گاوها، همه گوسفندها، همه حیوانات از دست رفتند. بعد از اینکه مال را از دست داد، نوبت به فرزندان رسید. میگویم فرزندان ایوب علیه السلام در یه جایی مهمان بودند. همه پسران و دختران زیر یک سقف، یک اتاق بزرگ نشسته بودند. به قدرت الله عزوجل سقف فرو ریخت، همه فرزندان شهید شدند. به ایوب خبر داد، الحمدلله. بعد از اون ایوب در عبادتش هیچ خللی نیامد، شب و روز خدا را عبادت میکرد. باز شیطان گفت خب صحت و سلامتی داره، تندرستی داره، اگر مریض بشه و عبادت بکنه اون وقت کمال است. الله عزوجل برای ایوب مریضی آورد، چنان مریض شد حضرت ایوب علیه السلام که یک گوشه ای از شهر برای علاج آمده بود. البته یه چیزی هست که در بعضی کتاب‌های فارسی بیشتر هست که ایوب علیه السلام بدنش چنان خراب شد، زخمهایش چنان تعفن گرفت که کرم زد. تو شعر فارسی هم آمده از تن صابر به کرمان قوت داد. خداوند از تن صابر ایوب را میگند بنده صابر، به کرمها خدا غذا داد. در کتاب‌های عقیدتی ما این دیدگاه را به شدت رد کردن، به دلیل اینکه خدای عزوجل برای انبیاءش هر نوع امتحان می آورد، اما چنان شرایطی که مردم طبعا از اونها تنفر داشته باشند هیچ وقت فراهم نمی کنه. چون که اگر تنفر طبعی پیدا بشه، یعنی چنان بشه که هیچ کس نتونه نزدیکش بشه، خب مردم معذور هستند دیگه، دعوت پیغمبر را هم گوش نمی کنند. بنابراین ایوب علیه السلام سخت مریض شد، ولی این ثابت نیست و این غلط است که بگیم زخمهایش باعث کرم زدنش شد. بالاخره از قرآن معلوم میشه خیلی مریض شد، ولی ایوب علیه السلام بنده صابر الله با همون حالت مریضی شب و روز خدا را عبادت میکرد، شب و روز طاعت میکرد. طول کشید مریضیش بعضی کتاب ها نوشتن 7 سال طول کشید. در قصص الرحمن علامه حفظ الرحمن سیوهاروی نوشته 13 سال طول کشید. 13 سال دیگه تمام این بنده صابر الله عزوجل رنج کشید، اینکه فرزند و اولاد و همه را از دست داد. یک زن مانده بود، یک زنش فقط مانده بود، زن با وفا، بقیه همه از دست رفتن. این زن وظیفهش بود آخر از نظر مالی اینها به زیر صفر رسیده. این زن میرفت کار میکرد، اون چه که درآمدش بود نصفش را دوا میگرفت برای حضرت ایوب علیه السلام و نصفش را هزینه زندگی و خوراک. هر روز کار این زن این بود و ایوب علیه السلام تو خونه افتاده بود، ملول بود، مریض بود و شب و روز الله را شکرگزار بود، الله را شاکر بود و صابر بود. تا اینکه یه روزی این شیطان دید که اینها به هیچ صورتی اینها فریب نمیخورند و در ایمانشون تزلزل نمیاد. بنده همیشه روی همین تاکید میکنم، گاهی اگر مشکلی پیدا میشه، چه مشکل مالی چه مشکل جانی، پیش جادوگران نروید که این جادوگران ایمان ما را میگیرند. اینا اخبار غیب میدن به ما، این امتحان الهی است. خب میگه چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ صبر کن. کسی سرطان گرفته چیکار کنه؟ باید خودکشی بکنه؟ همون اسباب جایزی که الله عزوجل برایش تهیه فرموده به اونها متوسل بشه، دکتر بره دارو استفاده بکنه، به خداش صبر کنه. خدا چیکار میکنه؟
لذا اگر چیزی از شما گم شده آیات الهی بخوانید، دعا کنید، نماز حاجت بخوانید، پیش جنیان نروید، پیش کاهنان نروید که اینها اخبار دروغ میگن، شما را به جان هم میندازن. چندین درگیری اتفاق افتاده. اگر یک نشانی بدن نشانی راست هم میدن. در حدیث شریف آمده اگر یک راست بگن 99 تا دیگه دروغ است. تجربه خود شما ثابت کرده، هیچ کسی نتیجه نگرفته. لذا بعضی ها امکان داره بیارن. یکی به من گفت که چرخ خیاطی گم شد، ما پیش اینها رفتیم، بالاخره چرخ خیاطی را آوردن. گفتم چه بسا که خودش چرخ خیاطی را برده باشه. لازم نیست که حتما اون برای شما خبر درستی بیاره. پس اگر حتی بتونن برای شما کاری بکنن شما نروید. شما ایمانتون در معرض امتحان و آزمایش اینقدر سست نباشید که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود کسی که پیش کاهنی میره و او اخبار غیب میده و این به اخبار اون یقین میکنه و باور میکنه، این انسان به قرآنی که بر محمد نازل شده کفر کرده. به خاطر اون که اون داره اخبار غیب میگه. الله میفرماید لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. غیب را بغیر از الله هیچ که نمیدانه. اینقدر باید ما سست بشیم، اینقدر ضعیف الایمان و ضعیف العقیده بشیم که ما بریم برای مشکلاتمون پیش اینها، یا برای خواهران میرن برای مشکلات خودشون، مشکل هم ندارند. مرد مثلا باش محبت نمیکنه، نکنه، خودش ضرر میکنه. اگر در حق شما کوتاهی بکنه خودش ضرر میکنه. چه نیازی هست پیش جادوگران میروند؟ این عزیز ما اینجا نشسته مولوی حنفی میفرماد یک سیکی اینجا الان آمده جادوگر است، تمام مردم ردیف صف بستن پیش سیک میرند برای جادو. اینقدر ما ایمانمون ضعیف باشه، اینقدر باید ما سست باشیم. شب و روز توحید را میخوانیم که الله مریضی میاره، الله مریضی میبره، الله هست، همه چیز به دست او هست، به دست مخلوق هیچی نیست. شما متوسل به آیات الهی باشید. برای رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر جادو نکردند؟ انشاءالله فردا میخوانیم. حضرت شیخ آخرین آیات را قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس را میخوانند که دختران لبید ابن اعصم یهودی با خود لبید جادو کردند. الله عزوجل این دو سوره را به وسیله ملائکه به پیغمبرش راهنمایی کرد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواندند، اثرات رفت. شما هم بخوانید، تا 40 روز بخوانید، هیچ اثری انشاءالله نمیماند. آن حضرت توصیه فرمودند که هر شب که میخوانید 3 بار معوذتین را بخوانید، دم کنید، دستاتون تمام بدنتون بمالید، انشاءالله هیچ جادوی به شما اثر نمی کنن. هر جادو جنی باشد هم اثراتش از بین میره. لذا چرا ما پیش کسانی بریم که هم مالمون را بدیم، مال کاش تنها میرفت، هم ایمانمون را بدیم. اونا معلوم نیست چی می نویسند. استمداد از غیر الله هست. ما به گردنمون به از کنم که گردن بچه من آویزان میکنیم، از غیر خدا استمداد میتریم. شرک اینها. بنابراین باید وقتی که امتحان از طرف الله عزوجل میاد باید تحمل بکن. ببین حضرت ایوب را تحمل کرد. 13 سال گذشته این بنده خدا داره زجر میکشه، داره سختی میکشه، ولی شب و روز خدا را تشکر میکنه، خدا را عبادت میکنه. زنش که ضعیف است آخر به تنگ آمد، اونم نمیدونه که این شیطان هست. یه روز شیطان به شکل یک طبیبی خودش را در آورد، به شکل طبیبی در آورد. ان الشیطان تعرض لامرأته بصورت طبیب. گفت که مشکل چیه خواهر؟ فقال انها هنا مبتلا فهل لك ان تداوی. یک کسی ما داریم که چنین مریضی دارد، تعریف کرد براش، میتونی تداویش بکنی؟ گفت بله، تداویش خیلی آسانه، فقط یک خونی میخواد. گاهی اینطور میگن یک خونی میخواد، خون را ببر فلان مزار بکش، مشکلت حله.
یکی میگفت که یه جایی ما خزانه پیدا کردیم، طلسم است، جنات نمیگذارند بیرونش بکنیم. الان به ام اللهی که خونده گفته که اینجا بیارن چند تا خون بریزن، گوسفند بکشن، بعد از اون ما میذاریم. برای راضی کردن اونها، خوشنودی اونها، شما میخواهید برید گوسفند بکشید؟ این عبادت لغیر الله است، این شرک. و ما اهل به لغیر الله همینه، به خاطر خوشنودی اون جنیه. و اون جنی که اونجاست، اون هم هرگز ممکن نیست که به اون خزانه شما برسید. بنابراین ولو اینکه صدها خزانه به شما برسه، شرک نکنید. این شرکه. ببینید شیطان چی گفت؟ فقالت له ان الشیطان طلب منها ان تذبح لغیر الله اذا عالجه و برع. من او را علاج میکنم، ولی وقتی که علاج کردم باید حیوانی چنین باید بکشی برای غیر الله. این رفت که با شوهرش مشوره بکنه. فمالت لذالک، تمایل پیدا کرد که شوهرم خوب بشه، بعد ما این گوسفند را میکشیم. فعظم علیه السلام الامر. وقتی که رفت پیش ایوب علیه السلام و گفت که چنین پیشنهادی هست، ایوب دیگه الان بی صبر شد. تا به حال صابر بود، الان صبرش لبریز شد. چرا؟ گفت که اولاد رفتند، فرزندان از بین رفتند، مال از بین رفت، صحت و سلامتی از بین رفت، همه برند. الان نوبت ایمان است. ایمانم به ناس بره، دیگه چی برای من میمانه؟ لذا دیگه این برایش قابل تحمل نبود. این حسیرت انبیا. حال ببین که پیغمبر وقتی که به اوج اضطرار میرسه، پیغمبر کی را فریاد میزنه؟ چرا من و تو سستیم، این طرف اون طرف میریم؟ الله میفرماید واذکر عبدنا ایوب، بنده ما ایوب را یاد کن. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. دیگه از ته دل فریاد زد، ندا کرد ربش را. این هست مسلک الانبیاء فی مسئله الدعاء. انبیاء در دعا فقط الله را فریاد می زدند. انی مسنی الشیطان، شیطان داره به من حمله میکنه. مس شیطان به معنی ضرب شیطان، ضربه شیطان. علامه اندلسی در بحر المحیط گفته تمثل لها الشیطان فی صورت ناصح او مدون و عرض لها شفاء ایوب علی یدیه. شیطان بر زن ایوب به شکل تداوی کننده، به شکل طبیب آمد و گفت که من ایوب را عافیت میدم، شفا میدم. علی شرط لا یمکن وقوعه من مؤمن، به شرطی که یک مؤمن اون کار را نمی کند. فذكر ذلك فعلم ان الذي عرض لها هو الشیطان. متوجه شد که این شیطان هست. و غضب لعرضها ذلك علیه، و بر زنش عصبانی شد. فحلف، سوگند یاد کرد که من خوب بشم 100 ضرب شلاق به تو میزنم. زنش را گفت تو از شیطان میخوای خط بگیری، راه شیطان را میخوای ببری. انبیا وصلند به بالا، انبیا هیچ وقت فریب نمیخورند. اما الله عزوجل هم از این زن حمایت کرد. الله تعالی حیله‌ای برای ایوب درست کرد. الله تعالی فرمود که چوب دستی های بردار، 100 تا را با هم ببند، یک بار بزن تا 100 ضرب شلاق بشه، حانس بشه، حانس نشی. این استثنایی بود که الله عزوجل برای بنده اش گذاشت. مفسرین همه نوشتند این به خاطر وحی صریح الهی بود. من و تو نمیتونیم که بر این قیاس بکنیم حیله در شریعت درست بکنیم. خیلی ها حیله درست میکنن،
ربا را با حیله میخوان درست بکنن، کارهای دیگر را با حیله درست میکنن، هر کاری میان حیلهش را از ملا میپرسن. این حیله ها درست نیست. بعضی ها به شکل سوری معاملاتی میکنن، معاملات ربوی. ماشین را از آقا میگیره به 100 میلیون، بعد میگه به خودت فروختم به 120 میلیون. 100 میلیون میخواد نقد بشه، 120 میلیون بعد 4 ماه دیگه بهت میدم. فقط هدفش این 100 میلیون بود به صورت نقد به دست بیاره، 4 ماه دیگه 120 تومن بهش میده. اینا حیله هایی هستند که ربا هستند. و بعضی از این حیله ها ایمان انسان را هم از بین میبرند. نه اینکه انسان را، مال انسان را، به قول محلی انسان را سر و مال میکنند، هیچ چی برای انسان نمیگذارند. این حیله، این بنابر نص صریح الهی هست، به این نمیشه چیزی قیاس کرد. الله میفرماید ارکض ها اذ نادى ربه، ایوب ندا کرد ربش را که پروردگارا انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، شیطان به من ضربه زده، به نصب یعنی رنج وارد، نصب خستگی را میگن، رنج را میگن، و عذاب و شکنجه، مرا شکنجه داره میده. با این کارهاش الله عزوجل هم اجابت کرد. وقتی که تمام بشه مهلت امتحان دیگه، بعد از اون از طرف الله عزوجل فرج می آید، حل مشکلات می آید. حل مشکلات که بیاد از هر طرف می آید، فقط یکی نیست. ارکض برجلک، الله فرمود با پایت بزن همینجا زمین را. با پایش زد، چشمه ای از زمین جاری شد. الله فرمود هذا مغتسل بارد و شراب، این محل غسل است، محل شستشویت هست. خودت را با همین آب شستشو کن. آب خنکی هست، هم برای غسل است و هم شراب، هم بنوش است. حضرت ایوب علیه السلام از اون آب نوشید. پس ببین گاهی الله عزوجل مشکل شما را حل می کند به وسیله یک سببی. اینجا مشکل پیغمبر حل شد، الله عزوجل با کن هم می توانست حلش بکنه، ولی الله سببی درست کرد. سببش این بود که گفت از این آب بخور، از این آب خودت را بشو. پس گاهی مریضی برای ما پیش میاد، این نیست که ما توکل این باشد که ما فقط بگیم خدای بدون دوا ما را درست کن. نه، از خدا بخواهید، پیش دکتر هم برید، دوا هم بگیرید، همون دوا را الله عزوجل برای شما چی قرار میدهد؟ سبب قرار میدهد. لذا به دکتر رفتن و به اسباب متوسل شدن خلاف توکل نیست. بعضی ملاها میگن این مریضی چنان مریضی است، اصلا پیش دکتر نرو، بدتر میشه. نه، غلطه. الله عزوجل برای هر مریضی سببی گذاشته. الله اگر بخواد علاج بکنه بدون سبب هم علاج میکنه، با سبب هم علاج میکنه. اینجا ببینید پیغمبر خودش را با سبب علاج میکنه. یه آبی، یک چشمه‌ای برایش از زمین میاره، میگه هم با این خودت را شستشو کن، هم دوش بگیر، هم از این بخور. و بعد الله عزوجل میفرما از اینجا که سلامتیش را یافت، همه آنچه که از دست داده بود ما بهش دادیم. و وهبنا له اهله، ما اهلش را بهش بخشیدیم. نه تنها اگر 10 تا فرزند داشت، نه 10 تا فرزند، و مثلهم معهم، مثل اونها همراه با اونها، یعنی 20 تا دیگه، 10 تا دیگه که جمعا بشن 20 تا. مثلا عرض میکنم اگر 10,000 شتر داشت، 20,000 شتر بهش دادیم. هم مال 2 برابر بهش داد الله، هم اولاد 2 برابر داشت. اینجا مفسرین بحثی دارن که آیا همون اولادش دوباره زنده شدن، دیگه اولاد خدا بهش داد. بسیاری از مفسرین معتقدن همون اولاد را الله عزوجل دوباره زنده کرد و علاوه از اونها دیگه اولاد هم بهش داد. بعضی میگن نه، جدید. و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا، این رحمتی بود از جانب ما. و ذکر لأولی الالباب، برای عقلمندان این محل تذکر است،
پند و اندرز هست. اگر ما روی این آیه فکر بکنیم خیلی پند هاست برای ما. اولا اینه که ما اگر به مشکل گرفتار میشیم به سیرت انبیا متمسک میشیم، همین روش را بگیریم، روش صبر، روش توسل به الله، توسل به عبادت، توسل به ذکر و یاد حق. این بهترین روش هست و از این آیه معلوم میشه که مخصوص پیغمبر نیست. عقلمندان مؤمنان اگر دنبال بکنن نتیجه میگیرند. و همچنین نوع توکل تمام صورت ها را. و خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، به دستت یک مشت، عرض کنم چوب دستی، چوب باریک بگیر، بزن به وسیله این اون همسر با وفایت را، ولا تحنث، هانس نشو، ولی اون را اون ضرب شلاق ها را نزن. انا وجدناه صابرا، الله عزوجل میفرما ما او را صابر یافتیم، ما ایوب را صابر یافتیم. نعم العبد، بنده بسیار خوبی بود ایوب. انه اواب، همان اون به کثرت رجوع کننده به سوی الله بود. همه انبیا صفتشون اوابه. داود هم خواندید اواب، سلیمان هم خواندید اواب، ایوب هم میخوانی اواب، یعنی بار بار به خدا رجوع میکنه. صبح هم خدا را یاد میکنه، وقت ضحا هم یاد میکنه، وقت زوال هم یاد میکنه، ظهر هم یاد میکنه، عصر هم بار بار توبه، استغفار، سجده، ذکر، یاد حق. خب پس این دلیل نقلی از ایوب بود. بقیه انبیا را الله عزوجل ردیف می فرماید. الله می فرماید واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق، یاد کنید بندگان ما ابراهیم را، اسحاق را، یعقوب را، اولی الایدی والابصار، دارای قدرت بودند، قدرت عملی و دارای بصیرت بودند. اولی الایدی اشاره به عمل است، والابصار اشاره به علم هست. یعنی اینها هم الله بهشون علم داده بود، هم بهشون عمل داده بود. اولی الایدی قوه عملیه، اولی الایدی ای اولی القوة فی الطاعه، والابصار یعنی والبصیرت فی الدین، عالم بودند. پس هم عالم بودند هم عامل بودند. اولی الاعمال الجمیله والعلوم الشریفه، تفسیر ابو سعود گفته. لذا این انبیا ویژگیشون همینه، هم الله بهشون علم و دانش داده بود، هم بهشون عمل و تقوا. انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار، الله میفرماید ما آنها را خالص کردیم. خالص کردیم. خالص یعنی چه؟ ذکر الدار، یعنی برای ذکر دار آخرت، یاد آخرت همیشه در اونها بود، یعنی خالص برای آخرت می اندیشیدن. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، همان این انبیا نزد ما از برگزیدگان و بهترین ها بودن. ببینید بهترینی هایشون در چی است؟ همه اینها دلیل نقلی الگو هستن برای ما که اینها هم عالم هم عامل، شب و روز بیاد الله، شب و روز بیاد حق. پس اینا ادعای معبودیت نداشتند، اینا عبدیت داشتند، بندگی داشتند. و باز هم واذکر اسماعیل والیسع و ذا الکفل و کل من الاخیار، یاد کنید بنده ما پیامبران را، اسماعیل و یسع و ذا الکفل را. اسماعیل که فرزند ابراهیم است. دو تا پیغمبر دیگر مجهولند، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل. بعضی گفتن مثل آلوسی رحمه الله ذوالکفل ابن ایوب، فرزند ایوب بود. یسع را گفتند که جانشین حضرت الیاس بود. بعضی میگن ذوالکفل جانشین الیاس بود. ذوالکفل را به این خاطر میگن که ایشون را امتحان کردند تا 3 روز برای اینها در وقت عبادتشون، برای اینها برایشان شیطان مزاحمت میکرد. اما این خوب از عهدش برآمد، متکفل شد، اون امتحان را
یعنی خوب پس داد، خوب جواب داد. به این خاطر ذوالکفل میگن والله اعلم قرآن در 2 جا ذکرشون را آورده به صورت اجمال. فقط ما هم میدونیم که از بندگان الله صالحین پیامبران بودند. الله میفرماید همه اینها از بهترین ها بودند. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان